دوم جولای 1947 دنیا آمدم. یه روز از توی خیابون رد می‌شدم، دیدم یه جای استخدامی نوشته هواپیمایی. اون زمان ملی بود، الان جمهوری اسلامیه. دو روز دیگه اومدم دیدم بله اسمم روی دیوار نوشته شده و من استخدام شدم. خودم فلسفه‌ام از اول همون بود که برم ببینم دنیا رو، آدم‌ها رو بشناسم، مردمان ناشناخته رو بشناسم، فرهنگ‌های مختلف رو ببینم. یکی از آرزوام بود که برآورده شد و شروع کردم دیگه. بالاخره خب در این کار خیلی هم زحمت کشیدم، خیلی هم تلاش کردم، پروازهای خیلی خیلی سخت رو انجام دادم. فقط یک بار یادم میاد یه خاطره خوبی داشتیم، اونم یکی از خاطرات صدام گفته بود آقا هر هواپیمایی رو آسمون باشه مسافری غیر مسافری ما میزنیم. نزدیک 250 تا مسافر داشتیم، با ما 747 اسپی هم بود داشتیم می‌بردیم. نزدیکای مرز که رسیدیم، یکی که وارد که شدیم، آقا صدای آژیر شروع شد و همه مسافران مضطرب، ناراحت، خدمه پرواز استراب، این ور نگاه کن اون ور نگاه کن، نکنه بزنه، نکنه یه موشک بیا. دیگه نزدیکای تهران که رسیدیم دیگه هواپیما خوشبختانه نشست و رفتیم که مسافرها داشتن پیاده میشدن، بعضیشون اشک میریختن، خیلی دعامون میکرد. ما یه پرواز داشتیم میرفتیم، پروازامون 3 روز در هفته بود دیگه به نیویورک از طریق لندن. نزدیکای نیویورک 1 ساعت مونده بود به نیویورک بشینیم، کشور کانادا بود. خبر دادن که آقا جان روابط ایران و امریکا به هم خود شما نمیتونید در فرودگاه جی اف کندی بشینید. مسافرها با پروازهای دیگه رفتن و ما هم برگشتیم لندن، پرواز خالی برگشتیم لندن و لندن هم مسافر سوار کردیم. این هم یکی از خاطرات من. بارها شده بود در رو موشک، زیر اون موشک در میشد، هیچ خوشبختانه بالاخره باید انجام میدادیم دیگه، نمیتونستیم ندیم. حتی من یادم میاد بعضی وقتا میرسیدیم تو مرز، از ترکیه میمدیم، از رو مرز ترکیه میمدیم وارد ایران که میشدیم، روی شهر ارومیه 2 تا فانتوم ما رو اسکورت میکردن، یکی از اون ور یکی از این ور، تا برسیم نزدیکای زنجان اینا، اونا برمیگشتن. یه بعدش که یه عادی بود، هیچ طبیعی بود.